مهاجرت بدون مدرک زبان، مجارستان در خدمتته. تو هم دیگه خسته شدی؟ انقدر همه جا بهت گفتن باید اول مدرک زبان بگیری. دیگه نمیخواد وقت تو یه سال تلف کنی که هی بره آزمون بدی و برای زبان بخونی. یه راه سریع و مطمئن برات سراغ دارن. مجارستان همونطور که میگن دروازه اروپاست. کلی کالج داره که بدون مدرک زبانم پذیرشت میکنن. هم دوره‌های زبان انگلیسی داره، هم زبان آلمانی، هم دوره‌های پیش دانشگاهی که مستقیم وارد دانشگاه بشی. فقط کافیه لیسانس داشته باشی یا دیپلم داشته باشی. مدرک آیلتس و مدرک زبان دیگه‌ای هم نمیخواد. رزومت رو میفرستی، اگه شرایطش رو داشته باشی 2 هفته بعد پذیرشت آماده است. تو مجارستان هزینه زندگی خیلی مناسبه و با ویزای دانشجویی اجازه کارم داری. وقتی وارد سیستم آموزشی اروپا میشی میتونی به کل اروپا سفر کنی. منتظر چی هستی؟ فقط یه زنگ به ما بزن، چون 0 تا 100 کارات با ماه. از بررسی رزومه تا پذیرش و گرفتن ویزا. کافیه به ما اعتماد کنی و بعد چمدونتو ببندی بری اروپا.